تو اگه یک شب موبایل تا در چارت نزنی موبایلت خاموش میشه. اما این آدم 50 سال است که بدون چارت شدن زنده است. خوابش نمیبره. نامش تاینگوک، مرد ویتنامی که به دلیل بیخوابی بیش از حد شهرت جهانی دارد. شاید در ذهنتان بیاید که آدم زنده است یا فوت کرده، ولی این آدم 83 سال سن داره و فعلا زنده است. کاملا سر حال است. خودش ادعا میکنه که بعد از یک سرماخوردگی شدید در سن 20 سالگی دیگه نتوانسته بخوابه. ولی فکر کو چقدر خوب است 24 ساعت بیدار باشی و تمام سریال های دلت 10 دفعه تمام کنی، بخصوص توماس شلبی. جالبیش اینجاست که هیچ کس حاضر به رقابت کردن با این آدم پیدا نشده. حتی دکترام گفته با این آدم رقابت کردن کار اشتباهی است. اگر تو هم مثل امی آدم بیخوابی می داشتی تا صبح گیم می زدی یا کارهای خانه رو تمام میکردی،